زنا نشر کننده کسل های مانند سوزاک و سپید که وبای عصر است. در بسیار موردها زنا سبب کشته شدن انسان ها می گردد. گاهی می شود که مرد زانی زن را به خاطر پوشیدن جرمش یا دست ندادن زن به زن زنا می کشد. یا هنگامی که تجاوز دست جمعانه برای یک زن صورت می گیرد، زن از بی‌قوتی می میرد. گاه صاحبان زن مرد زانی و یا زن را و یا هر دوی آنها را به قتل می رسانند. در شریعت اسلام زن یا مردی که خانه‌دار شده است و به زنا دست می زند تا مردن سنگسار می شود. اکثرا حادثه های زنا بین جوانان رخ می دهد. پس به همین شکل جوانان امت به جنایت های بزرگ، قتل، تجاوز و غیره روبرو می شوند. در حالی که جوانان بازوی نیامد ملت، پایداری اقتصاد و قوه اساسی آن به شمار می رود، هر وقت حال جوانان چنین باشد، ملت از ترقی و پیشروی باز می ماند و هر کس به آن طمع می کند. دوستانم، به زنا نزدیک مشوید. بد چیز است. خداوند نگهبانتان.